خیانت عجیب و دور از تصور اجمل حقیقی در حق منیژه جمال. منیژه جمال در کجاست و اجمل حقیقی چطور به جرمنی رسید؟ افشای رازهای پشت پرده زندگی اجمل حقیقی در پاکستان و گریه ها و ناله های منیژه جمال برای اجمل حقیقی. اجمل حقیقی چرا منیژه را با خود به آلمان نبرد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. اجمل حقیقی یکی از مدلان موفق، توانا و ناماشنای افغان است. وی از سن نوجوانی شروع به کارهای مدلینگش میکرد. وی در افغانستان مدلینگ خیابانی را اولین فردی بود که پایه گذاشت و بارها مورد حمایت و تشویق گسترده جوانان در افغانستان قرار می گرفت. اما بعد از تحولات سیاسی در افغانستان اجمل حقیقی مدت 6 ماه در زندان بود. بعد از آن که از زندان رها شد، اجمل حقیقی به کارهای مدلینگش در پاکستان هم مانند قبل ادامه داد و در پاکستان با منیژه جمال دوست و همکار هنریش چینل یوتیوب خودش را همیشه به پیش می برد و ویدیوهای در آن نشر می کرد. تصاویر اجمل حقیقی در صفحات مجازی منتشر شد که وی به آلمان رفته است و دوست و همکارش منیژه جمال در حالت بد اقتصادی در پاکستان زندگی می کند. وی در صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک لایف آمده است و خیانت آشکارای اجمل حقیقی را برملا ساخته است. وی بیان کرده است رابطه عاشقانه میان من و اجمل بود، ولی اجمل بعد از آن که به آلمان رفت کاملا من را در پاکستان ترک کرد. ولی تاکنون اجمل حقیقی درباره جزئیات این ماجرا ابراز نظر نکرده است. ولی ما آرزوی موفقیت، خوشحالی و سعادت برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا داریم. هر انسان خودش میداند و زندگی شخصیش. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان اجمل حقیقی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.